سلام دوستان عزیز، خوشحالم که یه بار دیگه با یه برنامه دیگه از کانال بیوگرافی مدیا در خدمتتون هستم. امیدوارم که ایام به کامتون باشه و تا اینجای روز و شبتون رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشین. امروز تصمیم داریم طبق روال همیشه به بیوگرافی یکی از مشاهیر ایرانی بپردازیم. ایشون کسی نیستن جز زنده یاد فیروز نادری. فیروز نادری از برترین دانشمندان و مدیران ایرانی آمریکایی ناسا بوده. ایشون به خاطر اختراعاتش در زمینه ساخت دو کاوشگر مریخی به نامهای فرصت و روح انسانها رو نسبت به شرایط زندگی در مریخ آگاه کرده. زنده یاد فیروز نادری به واسطه فعالیت‌های خودش در ناسا به مدت 36 سال بارها مورد تحسین مردم ایران و جهان قرار گرفته. زنده یاد فیروز نادری در 5 فروردین 1325 در استان شیراز به دنیا میاد. ایشون وقتی 4 ساله بوده پدر و مادرش از همدیگه جدا میشن. اون خیلی زود و در سنین پایین طعم بیمادری رو میچشه و سرپرستیش به پدرش واگذار میشه. ایشون میگن پدرم مرد جهانگردی بود و خیلی سفر میرفت. در این سفرها هم همیشه منو با خودش میبرد، ولی هیچ وقت در این دوران اجازه نداد پیش مادرم برم و من هم به همین خاطر هیچ خاطری از اون ندارم. دوران مدرسه فیروز نادری در زادگاه شیراز میگذره. بعد از اینکه این دوره تموم میشه برای ادامه تحصیل در دبیرستان به تهران نقل مکان میکنن. بعد اینکه دیپلمش رو میگیره در سال 1343 در 18 سالگی برای ادامه تحصیلش راهی آمریکا میشه. ایشون میگن وقتی به آمریکا رسیدم میخواستم معمار بشم، ولی خیلی زود متوجه شدم که استعدادش رو ندارم. یکم که گذشت خیلی شیفته ورزش شدم و دلم میخواست یه ورزشکار حرفه‌ای بشم، اما خب دنیا جوریه که آدم هرچی دلش میخواد رو نمیتونه به دست بیاره. با این همه من هم نتونستم و رفتم دنبال مهندسی. ایشون دوره کارشناسی رو در دانشگاه ایالتی آیووا و کارشناسی ارشد و دکترا رو به ترتیب در سالهای 1351 و 1355 در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی به پایان میرسونه. فیروز نادری بعد از اینکه تحصیلاتش رو با مدرک عالی تموم میکنه به کشور برمیگرده تا به دیدار خانواده‌اش بره. پس از برگشتش ایشون مشمول خدمت سربازی میشه، پس به ناچار مجبور میشه که 2 سال از عمرش رو هم برای کشور خدمت کنه. بعد از پایان خدمتش به واسطه مدرک عالی که داشته در مرکز سنجش از دور ایران شروع به کار میکنه. بعد از اینکه یه مدت در این مرکز مشغول کار بوده دوباره به آمریکا برمیگرده و به محض بازگشتش به آمریکا به سازمانی مستقل در قوه مجریه حکومت فدرال آمریکا که ناسا نام داشت میپیونده. حیطه کاریش در اون اوایل که وارد ناسا میشه مربوط به مشاغل مختلفی چون کارهای فنی، مدیریت ماهواره‌های متحرک، مدیریت رصدخانه‌های ستاره شناسی، مدیریت راهدارهای سنجش از دور، مدیر اکتشافات حاصل از تحقیق در مریخ و فضا بوده. از مهمترین عنوانهای کسب شده ایشون میشه به دستیابی به عنوان مدیریت برنامه‌های وجود حیات در مریخ در سال 1996 میلادی اشاره کرد. 10 سال بعد فیروز نادری به JPL که زیر مجموعی از ناسا بوده میپیونده. ایشون در JPL به عنوان مدیر تحقیقات پروازی علوم فضایی و مدیر طرحی به نام تفرق سنج فعالیتش رو شروع میکنه. آقای نادری سابقه فعالیت با عنوان سرپرست برنامه فناوری ارتباطات ماهواره‌ای پیشرفته در ناسا رو هم دارن. ایشون همچنین به عنوان مدیر برنامه‌های ماهواره‌ای متحرک در JPL مشغول بودند. هرچند که ایشون با عنوانهای شغلی که داشتن شناخته شده بودن، اما بیشتر شهرت ایشون برمیگرده به ساخت همون دو کاوشگر مریخی که در ابتدا گفته شد.
این دو کاوشگر اطلاعات خوبی به ناسا اهم از وجود حیات در مریخ رو رسوندن. کاوشگر روح در 10 ژوئن 2003 میلادی یا 20 دی 1381 برای اولین بار به مریخ پرتاب شد. سازندگان این مریخ نورد عمر اون رو 3 ماه تخمین زده بودند، ولی در نهایت در سال 2010 میلادی یعنی در سال 1389 بر اثر سرما به دلیل عدم دریافت انرژی خورشیدی از کار میفته. کاوشگر فرصت هم مثل کاوشگر روح عمری مشابه داشته، با این تفاوت که دیرتر از روح به مریخ فرستاده میشه. این دوتا کاوشگر کاملا به هم شبیه هستن و در 2 سمت مریخ فرود اومدن. کاوشگر فرصت در 7 جولای 2003 میلادی یعنی 16 تیر 1382 پرتاب میشه و در سال 2018 میلادی یعنی 1397 به دلیل وجود سرما و از کار افتادگی صفحات خورشیدیش از کار میفته. فیروز نادری همچنین در این 10 سال تونسته عنوان مدیر برنامه‌های مریخ رو در سال 2000 میلادی یعنی 1379 که تازه هم تأسیس شده بود رو کسب کنه. این شغل ایجاب میکنه که تمامی کاوش و اکتشافات از مریخ رو برنامه‌ریزی و روی اونها تحقیق بکنه. به خاطر موفقیت هایی که در این زمینه داشته باعث میشه که ارتقای شغلی خوبی بگیره و در همون سال به عنوان مدیر پروژه های اکتشافی از مریخ نائل میشه و در نهایت هم تونست به عنوان شغلی معاون مدیر ارشد برنامه ریزی مرکز JPL که مخصوص آزمایشات پیشران جت‌ها بوده برسه. فیروز نادری بارها به دلیل موفقیت هایی که داشته میتونسته توجه مدیران خودش رو جلب کنه و کاری بکنه که باعث بشه فضای شغلی که در اون مشغول بوده براش کوچک به نظر برسه. شاید یکی از مهمترین عنوانهای شغلی که آقای فیروز نادری داشته این بوده که مسئول طراح برنامه‌ها و راهبردهای اونها در مرکز JPL بوده. از دیگر مشاغل مهمی که ایشون داشتن در سال 2011 میلادی یعنی سال 1390 به عنوان مدیر کاوش‌های رباتیک در فضا فعالیت میکنن. فیروز نادری در مدت همکاری که با ناسا داشته مشاغل فنی و مدیریتی زیادی رو به عهده داشته. ایشون از سال 1996 مدیر برنامه منشأ حیات ناسا بوده. فیروز نادری در مصاحبه‌ای که با برنامه پارازیت داشته به این سوال که نظرش درباره تئوری استیون هاکینگ درباره عدم وجود خدا چیست پاسخ داد که به هیچ نوع دین و مذهب اعتقاد نداره. خدا براش از دین مجزاست. ایشون در 5 سال آخر حضورشون در JPL مدیر پروژه کاوش منظومه شمسی بودند و مسئولیت فضاپیمای کاسینی در زحل، مأموریت دان به سیارک‌های وستا و سورس، مأموریت جنوب مشتری و ساخت اولین بالگرد مریخی و یک مأموریت چند میلیارد دلاری به اروپا یکی از قمرهای مشتری رو برای جستجوی حیات در خارج از زمین به عهده داشتند. زنده یاد فیروز نادری بعد از 36 سال کار در ناسا در فوریه 2016 بازنشسته میشن. اتحادیه بین المللی اخترشناسی به خاطر زحماتی که ایشون در اخترشناسی کشیدن سیارک EL1 1989 رو به سیارک 5515 نادری تغییر دادن. بعد از بازنشستگی آقای نادری ایشون به عنوان مشاور مدیریت، مشاور استارتاپ های فناوری پیشرفته در مراحل اولیه و سخنران عمومی فعالیت داشتند. آقای فیروز نادری اغلب به عنوان سخنران اصلی و انگیزشی در کنفرانس ها و کارگاه ها دعوت می شدن. ایشون همچنین در دانشگاه استنفورد به تدریس کلاس های ویژه‌ای با موضوع مدیریت برنامه‌های پیچیده بزرگ می پرداخته. بعد از انصراف اصغر فرهادی، کارگردان فیلم فروشنده از حضور خودش در مراسم اسکار 2017 که در اعتراض به فرمان اجرایی
13769 مبنی بر جلوگیری از ورود شهروندان 7 کشور عمدتاً مسلمان از جمله ایران به خاک آمریکا صورت میگیره، ایشون خانم انوشه انصاری و فیروز نادری رو به عنوان نمایندگانش برای حضور در مراسم اسکار معرفی میکنه. در این مراسم فیلم فروشنده میتونه جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان رو به دست بیاره و در پی اون هم خانم انوشه انصاری و فیروز نادری جایزه اسکار رو به جانشینی از سوی اصغر فرهادی دریافت میکنن. در این مراسم متن سخنان اصغر فرهادی در غیاب اون توسط خانم انوشه انصاری خونده میشه. دکتر عیسایی خواهرزاده فیروز نادری در خرداد ماه سال 1402 در اینستاگرامش تصویری از آقای نادری منتشر میکنه که ایشون رو روی تخت بیمارستان نشون میده. همراه با این عکس دکتر عیسایی اطلاع میدن که فیروز نادری زمان راه رفتن و به خاطر کاهش ناگهانی ضربان قلبش تعادل خودش رو از دست میده و به زمین میخوره. در همون حال سر ایشون با دیوار برخورد میکنه و منجر به شکسته شدن ستون فقراتشون میشه که همین باعث فلج شدن ایشون از گردن به پایین میشه. بعد از اون در اطلاعیه‌ای که در فیسبوک آقای نادری هم بوده همین عکس با همین عنوان اومده بود و ایشون گفته بودن که عمل ایشون در 1 خرداد 1402 انجام شده و دوران نقاهتشون 4 تا 5 ماه طول میکشه، اما در نهایت در روز 19 خرداد 1402 و همزمان با 20مین سالگرد پرتاب مریخ نورد روح به فضا در سن 77 سالگی از دنیا میرن. روح این دانشمند برجسته ایرانی شاد باشه و در آرامش ابدی باشن. اگه از این برنامه خوشتون اومد ممنون میشم که لایک کنید و کامنت بذارید. پیروز و موفق باشید.